الکسانیان که روزنامه نگار و مدیر یک خبرگزاری در استان سیونیک بودند. برامون جالب بود بدونیم نظر مردم و اهالی رسانه در استان مهم سیونیک به ارتباط با ایران چیه؟ از نظر ایشون تأسیس سرکنسولگری ایران در این منطقه چی بوده؟ ایران اسلامکان هنرپیتوچ در واقع حضور سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر در زمان و موقعیت بسیار حساسی بود برای مردم ما. هایتنی پاترازمی ستون کاج بلخص بعد از جنگ 44 روزه‌ای که اتفاق افتاد و مردم این منطقه بعد از جنگ در یک سردرگمی خاصی بودند و حضور سرکنسولگری در کاپان کم و بیش به این وضعیت بهتری بخشید. از لحاظ تاریخی و فرهنگی خب ارتباطات چندین هزار ساله داشتیم، ولی سرکنسولگری به عنوان یک پلی بود بین دوستی و ارتباطات جدید بین این منطقه و ایران. چرا برخی از کشورها به دنبال این هستن که این مرز رو قطع بکنن و اهمیت این ارتباط بین ایران و ارمنستان چی هست و اون حالا کریدور جعلی زنگزور که مطرح میشد با چه هدفی طراحی شده بود و مطرح شده بود؟ میگن که دروغ بزرگی عملا اینجا مطرح شده تو چندین سال اخیر در واقع این داره دائم مطرح میشه که هیچ ارتباطی بین مناطق جنوبی کشور آذربایجان و نخجوان وجود نداره، یعنی هیچ راه ارتباطی وجود نداره. آقای الکسانیان به بازدیدشون به کریدور ارس در ایران اشاره کردند، مسیری که بهانه‌ها برای ایجاد کریدور جعلی زنگزور رو از بین میبره. من با هماهنگی‌هایی که جناب آقای عابدین انجام دادن در ماه سپتامبر سال گذشته بازدیدی از منطقه داشتم و خودم با چشم خودم دیدم که چه مسیر ارتباطی بسیار خوب و هموار و در حال حاضرم در دست ساماندهی می باشه. آقای الکسانیان از مخاطرات ایجاد دالان جعلی زنگزور و قطع اتصال مرزی ایران و ارمنستان برای اهالی این منطقه و کشور ارمنستان گفتند. علاقه بسیاری از مردم استان سیونیک به ایران و نگرانشون از احتمال ایجاد کریدور جعلی زنگزور یک سرمایه مهم برای ارتباط آینده دو کشور و مقابله با طرح‌های کشورهای استکباری در این منطقه است. من به عنوان حالا شهروند استان سیونیک و به هر حال در این حوزه خیلی تحقیقات انجام دادم، سه دلیل خیلی واضحی هست در انجام این بحث دالان. یکیش اینه که ارتباط در واقع ارتباط دو کشور باعث میشه که ما استان سیونیک رو عملا از دست میدیم. دوم این که یک در واقع مسیری خواهد بود به سمت ایران، به مناطق شمالی ایران در واقع در اختیار خودشون خواهد بود و سوم هم همین مسائل مرتبط با پانتورکیستی که در منطقه به عنوان ایجاد یک توران بزرگ تو منطقه. بنده میخوام یک بار دیگر اینجا فرصت و غنیمت میدونم که از طرف مردم سیونیک و مردم ارمنستان تشکر ویژه خود را از جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم که همیشه در خصوص این مرز و منطقه نگاه خودشون به صورت بدون تغییر مانده و همیشه به این نقطه ذکر میکنن که این مرز نباید تغییر بیاره و قابل قدردانی است که چندین روز قبل جناب آقای ولایتی مشاور در واقع جناب آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به این بحث دوباره پرداختن و این بحث رو در واقع تاکید کردن که این در واقع مرزها هیچ تغییری نخواهد داشت. بفرمایید که برای مردم ارمنستان و مردم استان سیونیک چقدر مهمه ارتباط مرزشون با ایران حفظ بشه؟ میگن که سوال بسیار خوبی بود، چون این از طرف بنده و شهروندان میگم که این ارتباط در عملا بقا و حیات سیونیک و مردم اینجا ارتباط داره و خب به طب مهمترین نقش رو ایفا میکنه و اینکه همونجور در ابتدای صحبت هم گفتم ارتباطی که میگن که وجود نداره بین دو کشور در واقع جمهوری آذربایجان و نخجوان، این دروغی کذبه و این عملا میخوان که این ارتباط چندین هزار ساله بین دو کشور رو قطع کنن که ما عملا در این باره بسیار صحبت کرده ایم و همینجور که دوباره تاکید میکنم دروغی بیش نیست. Գիտեք, բախտավորություն է, որ
իսկապես Իրանում է من خواستم اینجا به این اهمیت موضوع شما بپردازم که جمهوری اسلامی ایران در بین همسایگان ارمنستان ما می‌بینیم که خود در واقع ایران داره از آثار باستانی مذهبی، ارزش‌های دینی مذهبی ارمنیان و مسیحیان در کشور حتی با بودجه‌های خودش در واقع ملی خودش داره این آثار رو حفاظت میکنه، نگهداری میکنه و این بسیار برای ما ارزشمنده و ما میخوایم یک چنین کشورهای همسایه‌ای داشته باشیم که بتونیم باهاشون در تقابل فرهنگی و دینی و ارزش‌ها باشیم. می‌فهمید ارامنه یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ایران هستند و از هموطن‌های بسیار عزیز ما هستند و اونها در دفاع از کشور ما در جنگ تحمیلی سنگ تموم گذاشتن، شهدای تقدیم کردن برای ایران به عنوان بخشی از ملت ایران، بخش خوبی از ملت ایران هستند و همینطور یه همسایه خیلی خوب در طول ده‌ها و صدها سال داشتیم که دوست داریم این ارتباط راهبردیمون همچنان ادامه داشته باشه. Thank you so much. Nice to meet you.